دارم، زی تو دارم، برای تو دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. السلام علیکم بیننده های شبکه شهنام، السلام علیکم تماشابینان عزیز. من امروز آمدم به اون خاندانی که در اینجا چندین برنامه های تاجیکانه را به نوار گرفته پیشکش شما کردیم. با اون خاندانی که در اینجا یک بانوی پرهنر، 550 شان پر از هنر است. با اون خاندانی که بسیار هم صمیمیت، مهر و محبت، خاکساری مجسم شده است. امروز ما در خانواده مراد خلمک برای تبریک کردن فضیل عمه حاضر و ناظر هستیم. میخواهیم در این روز خرسندی هم عرض تشکر فرزندان را، تبریکات فرزندان را و تبریکات نیز جماعت شهنان را رسانیم که به یگان گفتنی های ما مانعی نکرده. هر یک آن التماس ما را، هر یک پرسش ما را بالای دیده اجابت کردند. این خاندان با مهمان شده همراه شما البته به هم میبینیم. با ما باشید. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده مراد خلبابا، مهمانان خانواده فضیل عمه. من امروز در این روز خرسندی عمه جان زیبای ما که 550 سال هنر است زیاد روز دارن. البته یک تا هم ما با افتخار این خیلی بانوی پرهنر، با این خیلی بانوی پر از هنر که 550 سال هنر است برای مادر مهربان یک تا خلصک میزنیم یا نامه تکلیف میکنیم. مرحبا. پیش از همه از نام جماعت خود عمه جان عزیز را تبریک میگویم و میپرسیم که از نام کی آمده باشه؟ از نام آن شخصی که من در پیشروی قدر و قیمت دارم. البته از نام نفرانی که شما را دوست می‌دارند، از نام خانواده فرزند عزیزتان، از نام عائله مهربانتان، از نام خواهران نازنینم، از نام زرنگ زایتی، مهرنگ زایتی، کامیل آیتی و ینگمالای هم که در خارجه هستند، از نام آنها شما تبریک میگیم. امروز زاد روزتان مبارک. حاضر از نام شما شعر است که قطعی خوانداده من هم نمیخونید. امروز زاد روزتان مبارک. بار دیگر مبارک باد میگیم. ما که چندین مراتبه در این خاندان مهمان شدیم، هر یک گفته ما را، هر یک التماس ما را با مانگی به یگان خیل من کردن اجابت کردن. آن سملک های تناری را دنیا دید، آن جغلک ها را دنیا دید که این خیل بانوی پرهنر در دهه عزیزمان هست. گفتم ما بر الله کرده گفتیم دوست می‌داریم. مجسمه خاکساری این خیل زن هر کجا که بینیم در لب تبسم است، هر کجا که بینیم سلام علیکشان است، خنده هایشان در لبشان میزیبد. از خداوند میپرسیم هیچ وقت خستگی را نبینید. همراهی عمکجان عزیز عمری دراز نصیبتان گرداند. مانندی که خودتان گفتید لیلی و مجنون شده گردید و هیچ وقت درد و غم را نبینید. عصبی دوستان هیچ وقت کم نشوید. زاد روزتان مبارک. امروز از نام ینگ پاشا که در مسافرت در خارجه هستند میخواهیم برای شما سخنهای نغز و نیکشان را رسانیم. بهر مهمانان عزیز میگویند السلام علیکم به همه شمایان، خوش آمدید به درگاه ما. بیم الله الها تا دنیا باشه باشید، هیچ وقت درد و غم نبینید، سری مهم و ساق و سلامت گردید. مولا کن کدی خوش پیر شوید. شما بچه که رحمت هم کم ندانستگی ما یاد داده، همه وقت پدشکه کرده. بچه هم به هم مادر هم آنه مهربان هسته. از شما عذر میپرسم که خدمتی شما نکرده یورت مسافر به آمدگیم. با شما برای این مادر مهربان، مادر زیبا، مادر غمخور داشتگیم. به خدا با شکر و دقت تشکر. و البته که بعد از چند روزها خواهر نازنینشان البته مهرنگ زایتی زاد روز دارند. برای مهرنگ زایتی نیز سخنهای نغزشان هست. من میخواستم که آیتم اللهیم تبریک میکنم. مهرنگ زایتی 120 بدارید. الهیم چی آرزوی نیت دارید همش برسه. سری بچه خودتون با ساق و سلامت باشه. مهرنگ زایتی زاد روزتان مبارک. آماده ایستادگی جولت میشم که هر یک شعرهای ما را شما میدونید. از زبان شما چندین شعرها را بهر مخلصان میسرایم، میخوانیم، قرائت میکنیم. من تو عطری یا سمین من، تو ماهی نازنین من، خدای در زمین من. ایا مادر
ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نهایت کس و جای تو، همه دنیا نمی هدایت من. اما جان عزیز فدای قدم های شما باشیم. البته مهمانان چخاله که یک دختر نازنینشان در مسکو، یکی ازشان باشد در اسرائیل هستند، آنها خواستند که ما خودمان شرم داریم از دای ما شعرهای ما را، گفتنی های ما را برای مادر ما رسانید گفتند. البته امروز از نامی زرانگزایتی که در مسافرت هستند میخواهیم برای مادرشان رسانیم. نمیخواهم برایش گرد باشد، دلش در زندگانی سرد باشد. تولا دارم از خالق یکتا، وجودی مادرم به درد باشد. من از هستی او شکرانه دارم، با مویهای سفیدش شانه دارم. به هر جای روم با امر تقدیر، بگویم ثروت در خانه دارم. این از سخنهای نغزانه که دختری نازنینشان که در مسافرت هستند. از نام زرانگزایتی نیز شما را تبریک میگویم. امروز روز خرسندی مبارک. حالا باشد مهراب بکر در اینجا تیار هستند که برای مادرشان که زر و زیوری خاندان هستند، مادرشان که گل ریحانی همین کاشانه زیبا هستند، یک سورپریز زیبا، یک تحفه ارزنده و زیبنده را برای مادرشان تقدیم سازند. البته با قرصک ها همراه میشویم. مرحمت مهراب بکر تحفه های ارزنده و زیبنده را بسپاریم. در قرصک زنیم فسپاری. مبارک باشد. زن است و مادر است و خواهر است، زن زر است و زیور است و زرگر است. زیب این خاندان، زرگر این خاندان شما هستید. این همه که مشقت میکشن، همه که برای شما اینقدر تحفه ها میکشن، با یک آن رنجی که شما شبی دراز برای فرزندان الله گفتید نمیارزد. مرحمت مراد خداوند پیش شما نزدیکتر استید. ما نیت کرده بودیم. مبارک باشد. در قرصک زنیم برای لیلی و مجنون امروزه. مبارک باشد. مرحمت یک تا تبریکات نغزونه کتان را شعرش که برای اما جون عزیزم برسانید. من اوقا گرچی نیستم، لیکن من همین دنیا با اومده با همین زندگی کده گشتگیم به هزاران بار خورسم. الهیم با اگر دویو مرده، سیو مرده، دهم مرده بیام با همین یافته نگیرم. هم یکاتون صاف باشه. من این کانتری من الهی پیری با دولت شود. من حضوری نواره کوش بینم. در دنیا در دلش چی نیاد داشته باشه نیازش برسه. پیری با دولت شود. من جان الهی صاف باش. صاف باش. همه. هزار رحمت مبارک باشد. حاضر. شعر عباجای منصور نگی. سبز کور شد. همیشه استعداد باشد، همیشه استعداد. حاضر گفتن که اگر همه دنیا با بار دیگر بیایم اما جانت انتخاب میکنم گفتن. اکو اما جانم ما میداده باشه میباش شما نه ایناشو میپرسیم بعد. من از شما نمیپرسم. شما نمیشه وقت گیده. لایق بزرگ فرموده است اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. هیچ کس و ندهید و همیشه احتیاط کنید. همیشه هم جایه دمی پیری و دولتی پیری دیده کرده. زادروز را امروز بیرمی این خاندان را مبارکباد میگیم. بازی برای شما من نبره شیرین امروز اسکندر جان برای شما کتاب قرآن را تیار کرده. مرحمت مبارک باشد.
ماهریا بانو امروز برای شما که بعد از چند روز خانی زادروز دارن برای شما پدرجان عزیزتان نیز باز یک تحفه های ارزنده و زیبنده دارند هم از نام پدرجانتان مهربانه هم از نام ینگا پاشا که در مسافرت هستند مادر عزیزتان فرزان عایفی برای شما تحفه ها آماده کرده ایم مرحمت مهربانه برای دختر نازنین میسپاریم امروز روز خورسندی را مبارک باد میگیم مبارک باشد و البته در اینجا اسکندر جان میخواهد برای خواهر نازنینش ماهوریا بانو و برای عمه جان دعاگوی و زیبای خاندانشان گلدسته ها را سپارند و البته نبیره های شیرین در زیر قدم های امروزه عمه جان عزیز ما گل ها را می سپاریم هم ما مرحمت گل ها را به صاحبانشان میرسانیم مرحمت مرحمت مبارک باشد رفیقانو گل ها را بسپارند برای آن جانشان حریف احمد با نزدشان نزدیکتر استید امروز چخیره که ما روزی گذشته در راه بودیم اما جان عزیز برای ما زنگ زدن که بعد از پدر مادر باوری میکردگی نزدیکانم در اینجا هستند در پستی و بلندی های دور و زمان در پستی و بلندی های زندگی برای من قوت دل شده در نزد من ایستادگی انسان ها امروز یکی ازشان زادروز دارند از نام من حریف اما از نام شما امروز البته نیت های نغز و نیکتان را برای فضل اما میرسانیم اما جان عزیز از نام الهمان خواهر نازنینتان شما را تبریک میگویم دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پر آب است و دیدار گسیل صبح است که صد بهار دارد خواهر مبارک باشد اما جان عزیز زادروز مبارک مبارک باشد عکس های زیبا برای آن جانشان پورتریت کلان را تیار کردند نبیره های زیبایشان مرحمت مبارک باشد از دانکش هم مغز شیرین میگویم هر بار در روز خورسندی برای نبیره های شیرین کنه یک تا امروز تبریکات های مهربانی من دادم کلون کده بیم کلون کده شما بر رحمت صد به درهای Ona canıma ki ona canıma. ana canım cennetim ata canım devretim dilde şide küfte çok başımda kan savda yok çünkü var konuştuk ata canım devretim این مالدیس و دسته خودشه مرحبا السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز لطف فرمایید که من از نام خدا و از نام اهل عائله آنا جانم را با این روز زادروزشان تبریک و مبارکباد نمایم و آنا جانم اولا بار عمری دراز رزق فراز آرزومندم بعدی سه روزانه درجه بیجان تبریک میکنم صد بدرویه
Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi va mehri boshqacha. Tolsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tun va kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Rahmat, marhamat do'stlar. Doston. Iskandar, marhamat. Yo'qani? Kamiloyti, marhamat. Assalomu alaykum, Mehmonoy aziz. خوش آمده به درگاه داده بیمه. دیلایم دادم که بیم ساخت آمد در سری ما ساخت بردم. هیچ وقت کسر نشود. دیلاشون به چی نیته نظر نیته کشون برسن. نوه سفرکای حج بفرستوندم ما با نصیب کنه الهی. حاجی با حاجی ها نکنیم شونه الهی. همین چی روزای نحظه هم نشد ندیلویم هیچ وقت درد و بمی مانه نبیدم اما هم خیلی مخچوک کردم Rahmat. Tashakkur میگیم. زادروز مبارک. از مسافرت باز از شهر اسرائیل جیانهایتان فرنگ زویتی فرخوندویتی ینگجان عزیزیمان نزیرویتی میخواهند شما را تبریک گویند که البته آنها خواستند امروز برای شما همه این نیت‌های نغز و نیکی که هست برایتان رسانند و البته که کلین پاشه‌شان بعد از چند روزها زادروز دارند. زادروز آمده ایستاده را مبارکباد میگوییم. ساق سلامت از مسافرت برگردید و حضور و حلاوت فرزندان را دیده در خدمتان عمه‌جان ما شده همیشه در لب تبسم هایدا باشد. در این خاندان آمده شما تبریک کردن نصیب کند. امروز روز خرسندی را به تمام امروز صاحب جشن‌ها مبارکباد میگوییم. ما در اینجا می‌بینیم که تارت زیبا برای عمه‌جان عزیز تیار کردن. پیش از شما نزدیکتر می‌بیاریم. یک جای این شیرینی را می‌بریم همراهی عمه‌جان همراهی نزدیکان. مرحبا. مرحبا. کارت‌ها تیار می؟ نزد شما نزدیکتر استید. مرحبا. شما صرف میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. کمیلویتی تورت رو ادارچی خورسندی رسانند. مرحبا. گپ زنه. السلام علیکم به همه عزیزان. هر مسافر یادی خانه در میکند، یادی کودک، یادی یاور، یادی خواهر میکند، پدر یاد میکند، اما زیادتر غریب یادی با مهر پخته های نان مادر میکند. من از این فرصت خودمت استفاده بودم و در جان عزیز و مهربانان را با این روز محمودشان تبریک و مبارکباد نموده از خداوند کریم برای مادرجان فقط و فقط سلامتی ها آرزو ماندم و
فقط میخواهم که صبح سلامت همراه پدرم منتظر بودم تا پیر شده کردم آوازی باران رو چشم محمد رو شادی و محمد رو من لباس کردم سالین و بیشترت رو مبارک بیشترت رو مبارک بیشترت رو من لباس کردم مامان میشستنت رو با چیره باشمت رو نشون کیه میشونه؟ نشون کیه می؟ رحمت تشکر میگویم مبارک باشه تشکر جیان ها نزدیکان مرحبا کنی یک تا دست برداشته از کلاس کام سر میکنیم تبریکاتون نگوه حالا جای مولا دیسی نه مولا تماشا نکره چشم بگیره خلاو بچه نیت های نغزشان را تشکری خودشان را رسانند مرحبا دار است ورنه نان و نمک در همه جا بسیار است من امروز با یک صمیمیت از صمیم دل به همه شمایان خوش آمدید نوری دیده تاجی سر میگویم برای قدرشناسی برای نسبت به من اعتبار داشتنتان الهی همه شمایان صحت و سلامت باشید باز در همین روزهای نحس بیدار بینی نماییم زن را عاجزه میگویند لیکن من عاجزه نیستم من زنی خوشبختترین خوشبخت ها هستم چون که من فرزند مرد دهقان زنی عاقله زنی با مدنیت بودم باز به خاندان کلین شدم که فقط من سزاوار حرمت و عزت شدم خواهر عروسان برای من خواهر دادر عروسان برای من دادر شدم من زنی خوشبخت هستم که صاحب 4 دختر 1 پسر 3 داماد مهنتکش هستم من فخر میکنم که با ماهرای تیم فیروزای تیم نگار جان شریفه خان برای این زنهای با معنی قشلاق خدا شدم با یکدیگر رشته دوستی بستیم 2 برادر مهربان دارم 2 کوهی بلندی من همسر دلسوز و مهربان دارم این برای من یک بخت بزرگ است مهراب بر این پسر دارم الهی همه شان صحت و سلامت باشند خواهر مهربان من حنیفه جان که من در روی حسن مادر را میبینم مهر مادر را حس میکنم الهی زنده و سلامت و سربلند باشد من با تمکین اوکان قریب 40 سال می شود که در یک حولی در یک باغ زندگانی میکنه دادر خردی من اوسنی من برای من همچون خواهر است برای من این هم یک بختی بزرگ است اگر اوسنها مهربان باشند دادران هم مهربان و قرین می شوند به من حق خواهری دارد اوسنم من به او منتداری اظهار میکنم که در گرمی و خنکی پستی و بلندی من همه وقت همدم من است باز همه شمایان را خوش آمدید میگویم رحمت برای قدرشناسی و همسنفان هم رحمت میگویم که امروز مرا حرمت کردن عزت کردن و درگاه من مهمان شدن الهی همه هایت تا صحت و سلامت باشد تا دنیا باشد نبیرگانم اله کلام شوند در یک دستشان قرآن شود در یک دستشان نان شود کلینی عزیز و مهربانم کلینی به من ارزنده و زیبنده الهیم من پس از 3-4 روز روزی تولد آن کس فرزانه جان الهی صحت و سلامت باشه صاحب حرمت و عزت گرده شما که در مسافرت هستید الهو همه وقت خداوند در پناه عصمتش نگاه دارد صحت و سلامت نزد فرزندانتان و بیایید دعاگیر پدر و مادرتان باشید بر پدر و مادر شما هزارها بار رحمت که چنین زنی عاقله و صبر و طاقت را به دنیا آوردند و من همچون دختر سپاریدم الها
جیانهایم، فرنگس، فرخنده، نظیره، سمندر، شیراز و همه شمایان رحمت کلام الهو خدا نگاهدار باشد، طالع مددگار باشد. همه اتان به آرزوی نیت های نیکی که در دل دارید جامعه عمل کشد. خداوند نیت های شما را مستجاب گرداند. حسین جان و تو هم رحمت کلام الهی نبیرگان من مثل تو معرفت پرور شیرخان و سرودخان شوند. امروز تو به خرسندی من خرسندی زم کردی. الهی بر پدر و مادرت رحمت، خاک گیری زر گرده، زرکات دور و گوهر گرده، صاحب پسر و دختران قرآن خوان شوند. الهی مثل خدا در کجای باشی زنده باشی، صحت و سربلند باشی. و همه اتون باز یک بار دیگر رحمت کلام. تحت قرصک زنیم صاحب جشن با زادروزشان مبارک. امروز روز خرسندی را مبارک. البته مادران هم صنف ها تمام بانوان عزیز را و این صحنه زیبا تکلیف میکنیم همراهی امروز صاحب جشن فضیله اما یک جای می رقصیم خرسندی میکنیم. امروز بعضم را دوام میدهیم. مرحمت سرودهای شوق دانم دوای چشمم شده درد و دوای چشمم یادی بینم رهای اشکم دودی سرد و گرمای جان. ای یار بیار دلبر بیار دلم را بودی کو یار بیار. ای یار بیار دلبر بیار دلم را بودی.
جلو نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقا دنیا رومانتیکه به یاد تو هر سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دیدار من مهداد خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دیدار من مهداد خوشگل شبای من من بیننده های عزیز در آن خاندانی که ما چندین مراتب علاقه مهمان شده در اینجا طعام های ملی تاجیکانه را پیشکش شما کرده بودیم. امروز آن نفری که این طعام های با لذت را میپزد و بهر مخلصان آماده کرده تیار کرده پیشکش میکنند زادروز داشتند. آن لحظه ها را، آن لحظه های خرسندی را، آن لحظه های پر از احساسات را پیشکش شما کردیم. مانند همیشه گو همه وقته با شبکه شهنان مانید، خود را احتیاط کنید، سربلند و ساق و سلامت باشید. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمانی جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم.
افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دعوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پروردی ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم موا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من با قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من اگر یک روز من پیغام نداری تو شب آرام نداری اگر یک روز من پیغام نداری تو شب آرام نداری سببی فکر و سودای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من با قربان سر و پای تو میشم
قلبی زیبایی تو میشم مادری